درسمون رو ادامه میدیم با مبحث صفت. من خیلی فکر کردم که بهتون صفت رو درس بدم الان یا نه، اما خیلی مهمه برای اینکه باید یادم بگیرید این صفت ها همیشه از اسم بعد از اونها تبعیت میکنن. توی مکالمه روزمره زیاد استفاده میکنیم. دقت کنید من صفت رو الان تو حالت نومیناتیو بهتون درس میدم. یعنی من فرض میکنم اسم حالت نومیناتیون، صفتش حالت نومیناتیوه. صفت وقتی که توی فرم های مختلف میره تغییر میکنه. حالا فرم ها چی هن براتون توضیح میدم. فعلا همین رو یاد بگیرید در گام اول. ببینید من یه صفتی انتخاب کردم برای رنگ که بو هست. بو سفید، بل می نویسن بو میخونن، برای اینکه یه ل داریم که قبلش حرف صدادار اومده دیگه. بو. خب ببینید من میخوام بگم یه میز سفید، میگم بلا میزا. میخوام بگم 2 تا میز سفید، بلی میزی. چند تا میز سفید، بله میزه. این صفت اومد از اسم تبعیت کرد. اگه اسم گفت آ، صفتم گفت آ. اگه اسم گفت ای، صفتم گفت ای. اگه اسم گفت ای، صفتم گفت ای. یعنی وقتی که یک اسم مؤنث البته در حالت ادنینا، مفرد دوینا، دوتایی و منوژینا جمع صرف شد، اومد این صفتش هم باهاش تغییر پیدا کرد. درست شد؟ حالا من میام یه اسم ستو رو انتخاب میکنم. ستو دیگه به همون دلیل ل خونده نمیشه. ستو، بوستو، بیلا استولا، بیلی استولی. 1 صندلی سفید، 2 تا صندلی سفید، چند تا صندلی سفید. خب ستو چی هستش؟ مشت سپول. خیلی خوب. اوکنو، پنجره، اوکنو. بیلو اوکنو، بیلی اوکنی، بیلا اوکنا. حالا دوستان ببینید وقتی من میگم تو یه میزا، اون یه میزه، اگه بخوام جمله بسازم بگم اون یه میز سفیده، میگم تو یه بلا میزا. پس اگه بخوام بگم که اونا 2 تا میزن، توستا میزی. اگه 2 تا میز سفید باشن، توستا بیلی میزی. اونا چند تا میزن، توسو میزه، توسو بیلی میزه. چند تا میز سفیدن و به همین ترتیب. پس وقتی که درس تمام شد بنشینید لطفاً توی دفتر تمرینتون اینها رو بنویسید یا اینقدر اینها رو تکرار کنید که دیگه ملکه ذهنتون بشه. خب یعنی چی؟ یعنی اگه من مثلا یه جمله بگم که خب توی بل اوکنا، یه جمله میگم توی بلا اوکنا. خب بعد از دانشجومو میپرسم که خب دوست عزیز این جمله درسته؟ ایشون هم میاد میگه که بله خیلی بسیار عالی درسته. نه غلطه. برای اینکه باید انقدر تمرین کرده باشید که بدونید این اوکنو بوده. الان اومده چی شده؟ در فرم منوژینا قرار گرفته. این نمیتونه باشه. این باید باشه چی؟ این غلط هست اینجا. یعنی این باید تبدیل بشه به چی؟ تو سو بیلا اوکنا. پس هر چیزی که آخرش آ بود به این معنی نیستش که این مؤنثه. میتونه اومده باشه این اسم حتما مؤنث نیست چون آ آخرش هست. میتونه اومده باشه در یک فرم حالت دیگه‌ای صرف شده باشه. خیلی خوب. پس این هم یک نکته. خب دوستان عزیزی چند تا جمله نوشتم با هم تمرین کنیم. توی بلا میزا، توی بوستو، توی بلو اوکنا. تو ستا بیلی میزی، تو ستا بیلا ستولا، تو ستا بیلی اوکنی. تو سو بیل میزه، تو سو بیلی استولی، تو سو بیلا اوکنا. درست شد؟ پس بعداً میتونید فیلم رو نگه دارید، همین ها رو یه دور بنویسید، دوره کنید. حالا یک نکته ای رو من اینجا میخوام بهش اشاره کنم. وقتی میگم توی بلا میزا، میگم اون یک میز سفیده. چطوری بگم اون میز سفیده؟ میگم میزای بلا، میزای بلا. ببینین خود زبان کمکتون میکنه. مثلا وقتی بگی میزای بو نمیره، درست نیست. میزای بلا خیلی همچین شاعرانه. میزای بلا. خب حالا من میخوام بگم که اون 2 تا میز سفیدن. میزی استابیلی، میزی استابیلی. این بیلی باید حتما از اون میزی تبعیت کنه. میز سوبله، میز سوبله.
محفوظ شد. پس هرچی که این در واقع فاعل ما بود، اون مستندی که داره اینو در واقع برای ما توصیفش میکنه، هرچی که هست میاد اینجا قرار میگیره. خب استوی بو، stola sta bela, stoli so beli, okno je belo, okni sta beli, okno so bela. خیلی خوب. پس این تفاوت این که بخوایم ترجمه کنیم که اون یک میز سفیده و اون میز سفیده رو بهش دقت کنید و همینطور دقت کنید که وقتی میگم اون یک میز سفیده، میز در حالت نومیناتیوه، چون هنوز هم اون قدرت داره، اونه که رنگ سفیده، و وقتی میگم میز سفیده بازم میز قدرت داره دیگه. خیلی خوب. پس این هم از این درسمون. تا جلسه بعد شما رو به خدا میسپارم. آدیو.